بفرمایید. دکتر جان سلام. سلام عزیزم. خسته نباشید. زنده باشی. یه ذره حالم ناخوشه. یه بس تکفیسیم دو تا دگدمتازون 4 تا بروفون هم برام بنویسید. داداش ناموسن آدرس مطبت کجاست؟ خودم زانوم درد میکنه بیام پیش تو. داداش به عنوان یه جوون توی تریبون ما حرف دلتو بزن تا ما این پیامو دست به دست کنیم برسونیم به مقامات بالا و به حرف ما جوونا گوش بدن. حرف دلی نمیدونم چی بگم والا. اون از برق که برق نداریم، یه 3-4 سال تو طول روز شبانه روز برقمون میره، نمیتونیم بریم سر کار. دوست دخترمون ولمون کرده. زندگی خوبی نداریم تو ایران. از هر به هرزی که دست بزنی یه مشکلی بلند میشه. نمیشه اصلا کاری کرد. میکنه میره. بعد از این آره داشتم میگفتم دوست دخترم که ولمون نکردی. نه اوکی. وضعیت زندگی تو نه هیچی. ایران خیلی خوب شده. اوضاع خیلی هم خوبه. هم برق داریم، چرا هم آب داریم. حرفتون عوض شد؟ حرفم بزن. همین رو داشتم میگفتم. نه به خدا همین ها بود. همین بود. خب ادامه بدید بفهمم. تو نیست بفهم. نه همین دیگه. یاسر مطمئنی؟ به عنوان یه جوان قشنگ کار دارم. زن میتونم الان چند وقتی بگیرم. آره جناب سرمان خودشه سوژه رو گرفتیم. آقا بلند. بیا پسرموزان گر نکن گازت میگیرم لبهام نمیخنده آدم گاوه یه دنده از اون وقتی که کاشی ابروهات بال پرنده میدونی اگر تو خر باشی سراغ تو بالت باشی من روده هم میگیره کاش میشد میگفتی چقدر درست میکردم وقتی قهری با من شیلو تخت میکردم با ویلا لیلی تو بو میدی خیلی کی تو رو قشنگه کرده مست و ملنگه کرده شبیه شلنگه کرده زمالو بودو امشب دل من حوث خودک کرده تا خونه با تفتک منو نکنین این کاراتانه. 4 تا لایک کنین، کامنت بذارین، انگشتات خسته میشه، حقوقشه بهتون بدم.